خب بسم الله الرحمن الرحیم. میم با ون ورد اینی ساحه چی نام می داشت؟ باکستیج. اینجا بیم کارسر و ورد در اینجا که بیم شگرده دیدروس انوارمنت یا محیطی پروگرام ورد ما شما خواندیم و برات معرفی کردیم که دو چی بود. و امروز که از اینجا کرسر اینجا که به خاطر اگزامپل چیز تایپ میکنی شگرده او رند است. رند کاوس شروع کاوس باز رند is taken from random از رندم گرفته شده. چی گرفته شده؟ رندم من غیر منظم. دافس 2000 و 2003 دی سی پاراگراف می آمادی رقم نوشته می که the lazy dog or fox the lazy fox jumps over the dog or fox the lazy dog چی بود؟ همون یک جمله بود. حروف مکمل دو تکرار میشه. اینجا 5 پاراگراف می چند پاراگراف می؟ اینجا 5 پاراگراف والی می. ببین که نمبر بتیم با پاراگراف 5 دانه است. آیا میشه که ما این پاراگراف ها کم کنیم؟ ما میخوایم یک پاراگراف باشه. بله اکوالاری ایندی خواهد شروع یک پاراگراف باشه. اینطور ما میخوایم یک پاراگراف باشه مگر یک سنتنس داشته باشه. یک پاراگراف کم یک جمله داشته باشه. ما میخوایم شگرده اکوال آر ایندی 6665 پاراگراف آورده میتونیم دهیم. چند پاراگراف؟ پاراگراف آورده میتونیم در بین رند. اگر چیز نوشته نکنیم 5 پاراگراف می. ما میخوایم 2 پاراگراف باشه. شاگرده پاراگراف چی وقت در پروگرام ورد تبدیل میشه؟ زمانی که انتر کنیم تبدیل میشه. چی وقت پاراگراف تبدیل میشه؟ وقتی که انتر کنیم. یعنی اگر ما انتر نکنیم، ببین شاگرده انتر بٹن رو میشناسی. اگر ما اینجا بیم چیز نوشته کنیم به کسمی آره بو یک دوم پاراگراف روان است. سیام خونه شده تعلیق. سیام شده؟ نشده. چی وقت سیام میشه؟ آره سیام پاراگراف. اگر موضوع میخواستی چینج کنی انتر کنی. زمانی که انتر کردی پاراگراف تبدیل میشه. تبدیل کردن پاراگراف به نام انتر کردن یاد میشه. انتر که کردی پاراگراف چی میشه؟ از بین میره، تبدیل میشه. خب اینجا ما آمدیم اکوالاری ایندی رند. در رند اگر بخوای بسته معلومات انتخاب کنی کنترل ای پرس کن. اگر بخوای یک لغت انتخاب کنی 2 دفعه کلیک. اگر بخوای یک پاراگراف انتخاب کنی 3 دفعه کلیک. فهمیدی؟ اگر بخوای طرف راست پاراگراف باشه شپ پلاس هوم بٹن. اگر طرف چپ پاراگراف باشه شپ پلاس اند بٹن. اگر بخوای یک لغت ډیلیت کنی کنترل پلاس بک سپیس. اگر بخوای جه مشخص انتخاب کنی آلت بی. چه مشخص را انتخاب کنی. اگر میخوای یک ورق پایین بی، مثال چندین ورق باشه، مثال 8 ورق باشه، یک ورق کنترل پلاس پیج داون یک ورق پایین می، کنترل پلاس پیج اپ یک ورق بالا می. اگر بخوای آخر معلومات بی کنترل پلاس اند. اگر میخوای اول معلومات بری کنترل پلاس هوم بٹن. اند هوم بٹن کو داس پیج اپ پیج داون اس هوم اند همره کنترل نی بٹن for right click button. पता ना? नहीं कंट्रोल. Maybe home control plus end बेशकल बटन है. ये मालूमात है शगला. ये डॉक्यूमेंट है चंदीन वरकस. ये डॉक्यूमेंट چیز چندین ورق در یک داکومنت داریم. اول میں فائل سٹیج نام داره. چی نام داره؟
فایل سټیج. در فایل سټیج شاگردا میم اول کامند که اینجا میخوانیم به نام اینجا نیو میخوانیم. توسط نیو میتوانیم که مال داکومنتی نو بیاوریم یا داکومنتی اصلی کاپیش بکشیم. اینی داکومنت نو است. یک داکومنت اینجا داریم یا نداریم؟ دومیش آوردیم داکومنتو. اینجا سرچ هم معلوم میشه. اول که دوم نو آمد. نو آمد یا نامد؟ کنترل پلاس این شارتکتش است. کنترل پلاس این چیش است؟ شارتکت. دوم شارتکتش چی است شاگردا؟ آلت. باز آلت بٹن کے پریس کری ایف بٹن پریس کو. باز ایف کے پریس کری این بٹن پریس کو. یعنی آلٹ ایف و این. آلت ایف این. اول آلت باز ایف باز این. اینی بٹن شما میتونید که پریس کنید. پریس کردن از طریق نیو ما میتونیم که بکستیج واره داکومنت های دیگر هم باز کنیم. یعنی چیزهای تمپلیت هم باز کرده میتونیم. تمپلیت مانا پیش از پیش که جور شدگی است واره هم میتونیم از این طریق چی کنیم؟ باز کنیم. کدام مثال تمپلیت آنال رپورت چه قسم یک فرمات دارم. اینجا فرماتش ببین از استفاده کرده برم. یعنی کدام کامند نیو شما فهمیدین که نیو چی کار کرده میتونیم؟ صفحه جدید. از این طریق هم کنترل این اگر نشده اینجا بیا اینجا نیو این هم مسیج نمیده. اینجا که کامند است مسیج میده که سابقه کدامش میاری اینجا مسیج نمیده. اتومات نیو داکومنت میاره. کنترل این میگه شارتکتش. بعد از این فایل سٹیج همیم نیو فهمیدیم. نیو مشکل نیست. سیو میکنیم. اوپن میخوانیم. خب چرا که به این رقم خوانده میشه که یک دیگر توسط سیو میتوانیم که داکومنت را با یک نام یا به چندین نام ثبت کنیم. توسط سیو میتوانیم که داکومنت را با یک نام در یک جای ثبت نماییم. فایل را در یک نام در یک جای چی کرده میتونیم؟ نوشته کو. نوت نوشته کو. توسط سیو میتوانیم که داکومنت را در یک نام در یک جای ثبت نماییم. پاسورد داده میتوانیم اما پاسورد از بین برده نمیتوانیم. پاسورد داده میتونیم اما پاسورد از بین برده نمیتوانیم. کنترل پلاس اس شارتکتشان است. کنترل پلاس اس شارتکتشان است. کنترل پلاس شیفت پلاس F2 هم شارتکتشان است. Control plus shift plus shift plus alt plus F2. Shift plus alt plus F2 हम शेयर कर शान. Alt प्रेस को बाद Alt F प्रेस को बाद left S प्रेस को हम सेव में ببین شاگردان مثال اینجا ما مس ورد پروگرام درباره مس ورد اینجا ما معلومات داریم درباره کدام پروگرام
مسورد. اینجا مین فایل سیو میکنیم. کجا ساب میکنیم؟ اینجا درایو هاست the SPC اینجا کجا ساب میکنیم؟ ببینید this add a place یا دیگه in اینترنت خودش دیگه چه add place میکنیم. فامیلی شیر پوینت و ون درایو کجا ساب میکنیم؟ ما میگیم براوز اینجا بره. طبعا اینجا تنها نمیتونیم که ما در سنت ثبت کنیم. کجا نمیتونیم؟ یک ساحه به نام رسنت نام داره. رسنت فایل ثبت کردن نمیتونیم. دیگر جا میتونیم ثبت کنیم. یک نمیتونیم که یک فایل بگیریم با نقطه و اینی کاما اینی چیزا ثبت کنیم. با نقطه و کاما نمیتونیم و در جای رسنت نمیتونیم فایل را ثبت کنیم. دیگه هر جایی که میخوای ثبت میکنید در سر دسکتاپ ثبت شوه. فایل ما به نام مثال مسورد کجا ثبت میشه؟ در دسکتاپ با مسورد. خب اینجا ما می پراپرتی میتی برش مشخصات. کدام مشخصات که میتی؟ آترش نویسندهش دانشمندش چی است در بین تاکس نشانیش چی است؟ ما میخوایم مسورد تابز است. تایتلش چی است؟ تایتلش مسورد است. سابجکت چی است؟ کامپیوتر است. منیجر چی است؟ کی است؟ خان. کدام کمپانی است؟ پرمختگ. کاتگوریز در دیتی دیپارتمنت کدام است؟ کارش چی است؟ فاینال کارش خلاص است. این کامنتس چیزی که نوشته میکنید. تبنیل در بین هر چیز که باشه باید معلوم شود. تبنیل چی معنی؟ اگری ببین چک میکنیم. اوکی سیو شد رجستر. برنامه اول خود تبنیل است. این پروگرام ورد است. چیز بینش معلوم نمیشه. معلوم میشه. چرا معلوم میشه؟ به خاطری که تبنیل انتخاب کرده. و دیگه ببین این پراپرتی مشخصات که شما داد اینجا معلوم میشه. مسورد اب اینجا معلوم میشه. اینجا معلوم نشد سرش رایت کلیک کو شاگردا پراپرتی دیتیلز اینجا ده سیب که کدام مشخصات دادی. شاگردا ما میتونیم که ده سیب ببینه. مثال گرامر ثبت میکنیم. میره اینجا سیو کرده میتونه. اینجا بٹنش هست سیو اینجا من. کجا؟ براوز در دسکتاپ ثبت شو. پاسورد برش میدم. چی میتونم؟ جنرال اپشن باید بری. دو قسم پاسورد داریم. یک پاسورد اوپن است. یک پاسورد مودیفای است. چند قسم پاسورد داره؟ دو قسم اوپن مودیفای. اینجا ما میخوایم پاسورد اوپن مثال جان باشه. پاسورد مودیفای خان باشه. جان تکرار خان تکرار. چی فرق داره پاسورد اوپن پاسورد مودیفای؟ فرق این است که پاسورد اوپن ما میتونیم که ریرولی کنیم. پاسورد مودیفای میتونیم که در بینش تغییرات هم بیاوریم. ببینید شاگردا اوکی میکنیم. بیرا سیو شد. بنام گرامر یک داکومنت ثبت شد یا نشد؟ اینجا ثبت است یا نیست؟ که زمانی که را باز میکنیم پاسورد میخوایم. پاسورد غلط بودی پیش نمیره. اینجا ما این پاسورد داریم به نام جان. دیگه پاسوردش نتی سرش کسی اعتبار نداری. ریدیولی کو در فایل تو هیچ تغییرات آوتا نمیتونه. خب یک نام ثبت است. به اون نام نمیتونه ثبت کنه. به اون نام نمیتونه تغییرات بیاره. به دیگه نام ثبت کنه هیچ پروا نداره. تغییرات بیاره به دیگه نام ثبت میشه. به نام تو ثبت نمیشه. به کدام نام که است. یعنی فایل تو برام گرامر است. مثال جان دوام پاسورد خان. حالا میتونه کار کسی کنه. چرا که مودیفای شده. سیب که است باز که کدام تغییرات بیه. مثال شاگردای تغییرات ما آوردیم. این تغییرات که ما آوردیم که ثبت کنی در بین ثبت میشه. یعنی دیگه نام نمیخواد. دیگه نام با دیگه نام نمیخواد. دیگه چی هم ثبت نمیشه. این سیب است. اگر سیب کنی علیا همون تغییرات کدام آوردی در مو فایل ثبت میشه. دیگه نام نمیخواد. فکرتان است؟ سیب چی کار میکنه؟ یک فایل را به یک نام در چندین چیز ثبت کرده میتونیم. سری در فایل در یک نام به یک چیز چی کرده میتونیم؟
ثبت کرده میتونیم. یک نام در یک جای ثبت کرده میتونیم. پسورد داده میتونیم مگر پسورد پس از بین برده نمیتونیم. پسورد داده میتونیم مگر پسورد از بین برده نمیتونیم. اینجا جای از شاید کدام مایک داکومنت و دسکتاپ و اینجا میتونی یک فایل سرچ کنی. اینجا میتونی یک فولدر نو جور کنی. اینجا مثال یگان چیزایش هست مربوط اکثریتش که اندو کاپی و ریدو اینجا ما شما مکمل میخوانیم ده چی کویک اکسس تول بارش. اینجا فایل به چه قسم معلوم شوی ده ویندوز شما میخوانید که لارج معلوم شوه خرد معلوم شوه معلوم شدن فایل تان است کدام شکل فایل اینجا معلوم شوه. اینجا مثال هلپ است که شما میتونی هلپ بگیری و اینجا تولز فولدر و اینجا هاید میکنه بس آپشن میخوای پس شو کنی. سیو بٹن است. اینجا چندین مپ نتورک درایو ساب میکنی. سیو آپشن خود آپشن از طریق آپشن خوانده میشه. خب و اینجا که دیگه کماند است جنرال آپشن اینجا پاسورد داده میده. دا پاسورد اینی کماند اگر چک باشه چی کار میکنه؟ زمانی که کماند چک باشه شاگردا وظیفه اینی کماند اینی است که چک کنی مطلبش اینی است فایل که پاسورد نداشته باشه مسیج برات میده که ریدولی باز میکنی یا اموتو باز میکنی چه قسم مسیج میده ببینم در استاپی فایل با دیوسی 1 سب شوا زمانی که را باز میکنه ما دیوسی 1 مسیج داری یا نداری اینی مسیج میگه ریدولی باز میکنی ما کنه نه اینی مسیج برات اشاره کرده کدام اینی مسیج باز میم سیب اینجا خو دیگه استش کجاست فایل فید ادرست نشان میده و دیگه اینجا ویب آپشن است که آپشن اینترنتی است که علاوه پی انجین گرافیک فرمت و اینی فرمت است که برای تو در ورد اجازه داده میتونی و کمپریس پیکچر سیز چی میکنه با اندازه کدام اندازه که تو بخوای با اندازه شما میتونی که کمپریس کنی خوی کامند هایش است که در کجا میخوانیم بخیر در پیکچر میخوانیم یار کامند می اکثریت که اینجا میمانه مثال پیکچر چه قسم میه انسرت یک پیکچر است اینجا سنیس باشه اینجا میخوانیم کمال کجا اینجا میخوانیم و دیگه بعد از این شاگردا کامند دوم از سیباز توسط سیباز میتوانیم که یک فایل را در چندین نام در چندین جای ثبت نماییم در چندین نام در چندین جای ثبت نماییم در چندین جای ثبت نماییم. پاسورد دادن میتوانیم پس پاسورد از بین برده هم میتوانیم پاسورد دادن میتونیم پس پاسورد از بین برده هم میتوانیم شارکت F12 است چیز F12 شارکتش F12 است ببینید شاگردا با این فایل ما پاسورد داده بودم یعنی گرامر پاسورد اول چی بود جان دوم پاسوردش خان پاسورد باید در بین فایل باشه که پاسورد ختم کنی بیرون از فایل پاسورد ختم کردن نمیتونی خب نشوه که تو در بیرون فایل باشه میخوای که از این پاسورد بین ببری نمیتونی هری پاسوردش از بین میبری اینجا بیا سیباز براوز کدام این فایل گرامر است یا نیست اینجا بیا جنرال آپشن این رو دیلیت کن
سیف. حالا که فایل گرامر باز میکنی پاسورد نمیخوای. میخوای پاسورد؟ دیگه خوبیش نیست که F12 پرس کو. مثال در داکومنت ما میخوایم هم با گرامر یا گرامر وان یا مثال تنس یا گرامر ای حساب میکنه. باز F12 پرس کو تالا یا تنهایی سب کلا برو. دیگه اپشنش یک چیز است. میبینی فرقش چیست؟ یک فرقش نیست که دسیب ما میتونه اسم یک نام بده. همین چندین نام جدا میکنه. دسیب دوم فرقش نیست که یک چیز سب کردن میتونه. این چندین چیز سب کردن. دسیب ما میتونه کنترلش شرکتش بود. این در F12 شرکت سوم فرقش است. دیگه دسیب ما میتونستیم که مثال پاسورد بدهیم. و ختم کردن نمیتونه. اینجا هم پاسورد را نمیتونه و هم پاسورد را از بین بردن میتونه. فهمیدین؟ این فرقشان بود. سه بس چند فرق داره؟ 4 الا 5 و سی پیش چیست؟ ریدینگ. این هم که پاسورد میدی باید پالا منجا باید برین. مشکل خواهد نیست. بس است. نیو سیب بس است. صبح بخیر. امتحان داریم خوبان و اینه کمان دارم.